فوفا هستم. اینم فلفل ماره خوش. وای تو داری حرف میزنی؟ باورم نمیشه. هوی دارم حرف میزنم. کجا میری؟ این یارو کچله کیه باهاتون؟ چقدرم شخمیه. آی گفتی سلطان جان یه مرامی واسه ما بذار. این مرتیکه رو بخور، ما رو از شرش خلاص کن، یه دلی هم از عزا در بیار کیف کن. آخه بابا من از این گوها نمیخورم، اما اگه بخواین حاضرم این دوتا جیگر رو که دارن با پاهای خودشون میان سمتمون رو بخورم، اونم با کمال میل، قربونشونم میرم. نه جون مادرت، اینا رو ما لازم داریم، اگرچه اون مرتیکرم فعلا لازم داریم. بچه شما این شیر رو از قبل میشناختین؟ آره بابا، سلطان رفیق ماست، کلی باهاش خاطره داریم. منم فوفا هستم. اینم فلفل ماره خوشگل منه. به به فلفل، چه نایس. میگم حالا که فلفل داری نمیخوای منم بشم نمکت؟ وای تو داری حرف میزنی؟ باورم نمیشه. کجاشو دیدی؟ من کارای دیگه ایم بلدم. فافا جون، میای بریم تو غار؟ من اونجا لوازم بیشتری دارم که میتونم باهاشون یه عالمه شامورتی بازی در بیارم و سرگرمت کنم. خیلی دوست دارم باهات بیام اما راستش الان واسه یه کار دیگه اومدم. ای شیر، تو این شانس شیری و تخمه‌ای ما که هر کی به ما رسید یه کار دیگه ای داره. تقصیر منه که با این هیبتم دارم برات دلقک بازی در میارم. ملت کلی پول میدن برن سیرک شیر رو تماشا کنن، اون وقت این خانوم واسه ما ناز میکنه. بابا بیایم پایین دیگه، شب شد. چقدر شیر ندیده این؟ ببخشید دیگه باید بری. آره زود برو، این کچله صدات کرد. سلطان تو هم با ما بیا. نه بابا بیام چیکار؟ اصلا با چه انگیزه ای؟ بیام اینا رو ببینم حسرت بخورم؟ برین خوش باشین. را بیافتیم بچه ها، خیلی دیره.